دوستان، سروران و عزیزان همراه، درود بر شما. من یه 3-4 سال پیش یه ویدئویی درست کردم در رابطه با تراک درایور یا همون شغل رانندگی کامیون در آمریکا. اما دوستانی از من سوال کردن که این شغل همکنون در آمریکا چگونه است، درآمدش چگونه است، گرفتن گواهینامه‌اش چگونه است. من برای اینکه به سوالات این دوستان جامع‌تر و نزدیکتر پاسخگو باشم، با دوست جوانی که 3-4 سال پیش به آمریکا مهاجرت کرد و همکنون این شغل رو داره و ازش درآمد کسب میکنه، قرار گذاشتم که با همدیگه بشینیم و ایشون در مورد این شغل و جزئیات اون با ما صحبت کنه. اگر شما دوستان عزیز مایل هستید در این مورد اطلاعاتی داشته باشید، پس لطفاً این ویدیو رو تا آخر با ما همراه باشید. خب دوستان، ما امروز در خدمت آقا سینا دوست عزیزمون هستیم. میخوایم راجع به رانندگی کامیون در آمریکا صحبت کنیم با شما. خب آقا سینا، اول خودتون رو معرفی کنید برای ما، بگین از کدوم شهر به آمریکا اومدید و اینکه چند وقت اینجایی. سلام عرض میکنم خدمت همه کسایی که این ویدیو رو میبینن و ممنونم از شما که دعوت کردید اومدیم راجع به این شغل صحبت کنیم، چون واقعا نیازه. من سینا هستم از شهر سیرجان، استان کرمان. الان حدودا 3 ساله که اینجا و شغلم هم از اول توی ایران هم همین کامیون بوده و از روزی هم که اومدم همون ماهای اول شروع به گرفتن گواهینامه کردم و در اولین فرصت گرفتمش و الانم که راننده. خب اینکه اینجا چجوری میشه گواهینامه بگیری؟ مدرسه باید بری، کلاس باید بری؟ اینا رو هم یه توضیح برای ما بدید. پله به پله. یکی این که قبلا شرایط توی این ایالت اوکلاهوما خیلی فرق میکرد، گواهینامه گرفتن خیلی راحت تر بود برای تراک. الان قوانینش یه مقدار عوض شده و شما مجبورین که به مدرسه برین، آکادمی برین. حالا بسته به آکادمی ها فرق میکنه. یه سری آکادمی ها هستن که مثلا 6 ماهن، یه سری ها 2 ماهن، یه سری ها بعد بستگی به اون آموزشی که به شما میدن مبلغشون هم بالا پایین میشه. یعنی فشرده و غیر فشرده؟ فشرده دارن، بس اول شما رو تست میکنن. اگر که نیاز بدونن میگن که مثلا شما اینقدر باید دوره ببینید. و چقدر باید انگلیسی بلد باشید؟ انگلیسی در حدی که بتونین شما علائم جاده‌ای رو بدونین و بتونین اون امتحان 3 تا تست اولیه داره که یه مقدارم سخته، همش هم به زبان انگلیسی و یه بدی که داره همش اصطلاحیه. یعنی تو ترجمه هم که تو ترنسلیت هم که بزنید یه سری لغاتی داره، مثلا لندینگیر بهش میگن، یه چیزی مال پارتی از تریلره که موقع تو ترنسلیت میزنی میگه که فرود هواپیما و اینجور چیزه، در صورت یه پارتی از تریلره. یا کتوالک مثلا اینجور چیزایی میزنی یه چیز دیگه ترجمه میکنه و این نیاز داره که شما برید مدرسه به توضیح بدن پارت به پارت و اصطلاحاتش رو یاد بگیری. این برای تست اولیه هم نیازه که شما میخوای بری اول بگیری، پشت سیستم تو اون اداره DMV میری و یه تست حدوداً 100 سوالیه که شما باید 80% رو جواب بدید. یکی دیگه مال ایربریک، ترمز هوای ماشینه که اونم 25 تا سوال داره، اونم باید 80% رو جواب بدید که قبولی بگیرید. یکی دیگه هم معلومات عمومی و اینجور چیزاش، اونم 30 تا سوال داره، اونم باید 80. یعنی 3 تا مثل کنکور میمونه، یه مقدارم سخته. یعنی همه رو اینا رو توی اون مدرسه به شما آموزش میدن؟ هم میتونین تو مدرسه برین، هم میتونین جلوتر اینا رو برین پاس کنین بعد وارد مدرسه برای خب مأخذش چی است؟ کجا میشه یاد گرفت؟
توی آنلاین میشه اینا رو ببینید؟ هم توی آنلاین اپلیکیشن هایی هستن، هم موقعی که شما برای اون مدرسه ثبت نام کنید خودشون پیشفرض یه سری کتابایی دارن که به شما میدن و آموزش میدن قبلش که شما آمادگی برای اون تست راهنمایی رانندگی یا همون DMV رو داشته باشید. بعد این مدرسه هزینه‌اش چقدره؟ بستگی به همون خدماتی که بهتون میدن بین $5,000 تا $10,000 متغیره. بعد یه چیزی که هست، اکثر کمپانی‌ها خودشون این هزینه رو متقبل میشن شما اگر بخواید براشون کار کنین، استخدامتون کنن، ولی در قبالش از شما یه امضا میگیرن که مثلا 1 سال براشون کار کنید یا یه جوری اونو جبران میکنن. به قول پس بهتره که خودت بری بگیری، راحت باشی هر جایی رو. من خودم همین کار کردم، راحت تر اونجوری. ولی خب کسایی هم که میتونن اینجور، بعضی کمپانی‌های مثل سویفت، مثل اشنایدر، مثل سیار انگلند خیلی هستن، ولی خب شما با خودشون که گواهی نامه بگیرید هم حقوق کمتر بهتون میدن، یه جورای نصفه بهتون میدن، هم شما دیگه امضا میکنید که مجبورید براشون هر جور اونا میگن رفتار کنید. البته میدونید که توی آمریکا از پرسیدن درآمد باید اجتناب کرد، ولی خب شما درآمد سالانه یک کسی که کامیون میرونه متوسط چقدر؟ بستگی به اون تجربه‌ای که داره و اون کمپانی هسته که خیلی فرق میکنه. قبل از این برنامه کووید روی مرز بین $100,000 تا $180,000 بوده، ولی الان خیلی اومده پایین از بعد از این کرونا، چون که تمامی کسایی که شغلشون رو از دست داده بودن تمام به همین چیزای توی اینترنت و تلویزیون اکتفا کردن و وارد شدن به شغل و دست زیاد شده و بار کم شده. به خاطر همین ریت نرخ حقوق رو یه مقدار آوردن پایین. الان بین $60,000 تا $120,000 نهایتاً متغیره. البته این شرایط برای کامیون نرمال که تراکتور و درایون باشه که عقب اون تریلرش فرق میکنه، اگر اوورسایز باشه که خیلی مبلغش بالاتر میره. بله، عرض کنم که شما فرمودین توی سیرجان هم که بودید تو این شغل بودید. بله بله. و کل طایفه ما بهمون میگن بنی هندل، طایفه بنی هندل استان کرمان. همه تو کل طایفه ما شاید 2-3 نفر این شغل نداشته باشن. همین شغل دوست داریم. پس کلا این کار رو دوست دارین، علاقه دارید به این کار. حالا الان که چند وقته توی این کار هستین؟ توی آمریکا؟ بله. تقریبا 1.5 سال. خوشت میاد؟ آره اینجا خیلی خوبه، ولی در کل به نظر شخصی بنده این شغلی نیست که دائم بشه. نهایتاً 10 سال بتونین تو این شغل، اونی که دوست داره تازه دوام بیاره. یه مقدار شغل سختیه. پس یه کار سخته. و به نسبت هم فرمودید درآمدش هم نسبت به قبل کم شده. نه، ولی امیدواریم که بعد از آقای ترامپ یه مقدار تغییر کنه و شنیدم یه مقدار شروع کرده به تغییر کردن و امیدواریم که بهتر بشه. حالا شما چگونه شرکتی کار میکنید؟ یعنی من اول که موقعی که گواهی نامه‌مو گرفتم با آمازون شروع کردم. البته آمازون دیگه الان مثل قبل نیست و همه ماشیناشو فروخته به کمپانی‌های دیگه و شما میتونید برای کمپانی شخص دومی، یه کمپانی دومی وسط اون دیگه برای آمازون کار میکنه. من اوایل با اونا شروع کردم. یه کمپانی بود توی هیوستون، ولی خیلی فرق میکنه، نرخش پایینه و پیشنهاد نمیکنم، چون یه به قول خودمون بیگاری میکشن بیشتر از راننده ها. تا حالا شما چه پیشنهادی میکنین برای دوستانی که علاقه دارن این کارو، چه شرکتایی رو انتخاب کنن؟ اول این که خیلی دوست دارم بگم که کسایی که میخوان وارد این شغل بشن اول 0 تا 100 رو تحقیق کنن، بسنده نکنن به این تبلیغات فضای مجازی و اینا، چون خیلی از آشنایان، دوستانی که الان با هم در ارتباطن به همین واسطه وارد این شغل شدن، 5-6 ماه وقتشون رو گذاشتن و کلی هزینه کردن و موقعی که وارد این شغل شدن دیدن نه اون درآمد اونی بوده که شنیده بودن، نه کار به اون آسونی بوده، که چون معمولا همه از این جاده ها و ماشین های مثل راحت میبینن، ولی اون
11 ساعت هر روز پشت سر هم رانندگی کردن رو نمیبینن و این یه مقدار سخته. و برای اون مبالغی هم که تو اینترنت میگن اون $150,000 در ساله و اینا رو بخوان در بیارن، باید حداقل 1 ماه در جاده ها به سر ببرن، بعد 3-4 روز استراحت. نیسته که مثلا مثل شغلای معمولی آف دست خودت باشه، یا اینکه باید زیادی کار کنی تا زیادی هم پول در بیاری. بعد شما الان برای چه شرکتی کار میکنی؟ من الان برای کمپانی هابی لابی استور فروشگاه دکوریشن ساختمانی هستش. بله. و خوبیش به اینه که کل کارخونه و اون انبار اصلی کل این فروشگاه تو شهر اوکلاهوما سیتی، شهر یوکان هستش و خوشبختانه نزدیک ما هم هست. یعنی هر باری رو که میبری یا میری میاری دوباره میای شهر خودت. آره، خیلی خوبه. هی مثلا نمیری شیکاگو از اونجا بخوای بری هیستون، از اونجا بری دالاس. خوبه که شما داری اینجا. اول اینو توضیح بدم که کسایی هم که تو اینترنت سرچ میکنن برای مبالغش، شغلایی که برای تراک درایور هست، یکی لوکالی هسته که محله‌ای که بهش میگن شهری، توی شهر جابجا میشه یا شهرهای اطراف اون شهری که آدم زندگی میکنه. بعد از لوکالی داریم اوور د رود، یعنی بیرون از جاده. شما حداقل باید در هفته ای اگر تنهایی کار میکنی که بهش میگن تنها درایو کردن و بهش میگن سولو درایو میکنی، باید حداقل بالای 2500 مایل رانندگی کنی. اگر که تیم رانندگی میکنین بالای 5000 مایل باید رانندگی کنی. و اینقدر رانندگی کردن باید حداقل شما 15 روز 20 روز از خونه دور باشی. ولی این کمپانی که من هستم خوبیش اینه که اوور د روده، ولی شما هر هفته خونه ای. مسیرها رو جوری تنظیم میکنه که دوباره برمیگردی، چون انبارش همینجاست، میری و برمیگردی همینجا. حالا مثلا اگر یه دوستی تو آمریکا باشه بخواد استخدام این شرکت هابی لابی بشه، میتونه مثلا میتونه، ولی شرایط اینه که چون این شغلای مختلف، یعنی پوزیشن‌های مختلف داره برای تراک درایوری. ولی اینی که مبلغش خوب باشه، درآمدش خوبه، باید اول تو هر شهری که اصلا 2 نفر باشن، یعنی یه هم تیمی هم پیدا کنه. بله. که باری که بهشون میدن یکی از استوری باشه که اونا تو اون شهر زندگی میکنن. درست. باید 2 نفری باشن که روزهای آفشون رو با هم تنظیم کنن. بله. این امکان هم هست. یعنی شما یه هم تیمی دارین الان دیگه؟ الان هم من یه هم تیمی دارم. و ایرانیه؟ نه، امریکاییه. و خوبیم با هم؟ آره خیلی خوبیم و هم میتونی خودت هم تیمی تو بیاری، مثلا 2 نفر با هم باشین، برین گواهینامه بگیرین و یه چیز مهمتر، این کمپانی تجربه 1 سال حداقل تجربه نیاز داره. یعنی قبلا این کارو کرده باشه. اکثر کمپانی‌ها این یکی هم از معضلات این شغل اینه که تو آمریکا موقعی که گواهینامه‌تو میگیری خیلی کسی استخدامت نمیکنه، به خاطر اینکه بی تجربه میگن حداقل باید 6 ماه تا 1 سال اون اکسپریانس رو داشته باشی. بله. خب راجع به اون مدرسه چیزی توضیحاتی تو ذهنت هست که ناگفته مونده باشه؟ راجع به مدرسه که مدرسه ها در کل با هم فرق داره. من که چون که شغلم این بود و اینا یه مقدار آسان‌تر برام بود، چون اینجا توضیح میدن همه. شما باید یه مقدارش سخته به خاطر اینکه زبان انگلیسی شما باید لحظه‌ای که شروع میکنی امتحانو میدی باید از 0 تا 100 کامیونو، از سپر جلو تا سپر عقب، زیر کاپوت، موتور، همه چی رو شما به صورت فنی توضیح بدی. اون چیزی که مأموری که از شما امتحان میگیره مثلا از شما میپرسه شما قبل از مسافرتی که میری باید کل ماشین رو بازرسی کنی. حالا که داری مثلا انجین رو بازرسی میکنی دنبال چی میگردی؟ باید بگی مثلا تصمیه دینامو چک میکنم که شل نباشه، دینامو چک میکنم. باید کل اینا رو توضیح بدی، همش هم به زبان انگلیسی. بله. البته ایالت به ایالت فرق میکنه، اینو من راجع به ایالت اوکلاهوما میگم، ولی خب ایالت‌هایی هم شاید باشه که مدرسه‌شون به زبان‌های دیگه هم مشکل نباشه.
یعنی اسپانیش یا که حتی ایرانی. مثل همون گواهینامه خودرو شخصی که توی اوکلاهوما باید اونم زبان انگلیسی باشه، ولی شنیدم ایالت‌های دیگه به زبان فارسی و اینا هم میگیرن. بله. خب حرفای گفته هست که بخوای برای ما دوباره اینا رو تاکید کنی، بگی برای دوستانمون. ناگفته این که همین اول که کمپانی اینجا پیدا کردن، کمپانی که خوب باشه و درآمد خوبی داشته باشه خیلی کم، خیلی کمه، مخصوصا الان. و اینکه اکثرا دوستان از من میپرسن که کجا برای چه کمپانی رانندگی. خیلی کمپانی‌های خوبی هسته، ولی شما نیاز به اون اکسپریانس و اون تجربه اولیه رو دارید و تجربه اولیه هم حتما باید با کمپانی‌های بزرگ که اونا بدون تجربه هم استخدام میکنن کسب کنین. یعنی اینجوری بهتون بگم، اون 1 سال اول رو باید بیگاری بدید، یعنی باید از اول یه خورده با نرخ پایین و کار بیشتر یه خورده به قول خودمون آروم بگیریم، بعدش بیان شغل چیزای نرخ‌های بالاتر و راحت‌تر. ما برای شما آرزوی موفقیت بیشتر میکنیم آقا سینا. البته خب ما با برادر خانومتون رفیق هستیم آقا رضا. البته شما 3-4 سالیه که اومدین اینجا دیگه. بله تا هنوز به قول معروف که ولی خب خوب الحمدلله جا افتادی اینجا. و قبل از اینکه بری مثلا تا گواهینامه اینا رو بگیری اینجا مشغول کارم بودی یا نه؟ اینجا توی کمپانی والمارت کار میکردم قبل از اون و بعد از اونم که اومدیم دیگه. روی هم رفته چطور؟ راضی هستی از زندگی و کار در آمریکا یا نه؟ بله اون که خیلی بهتر از بخوایم مقایسه کنیم، خیلی بهتر. هم شغل رانندگی از لحاظ جاده هاش، از لحاظ ماشیناش، از لحاظ کل سیستمش خیلی بهتر از ایرانه. ایران که بودیم همش باید تو صف گازوئیل وای میسادیم، تو صف بارگیری، تو صف تخلیه، همش صف و همش گرفتاری بود. اینجا نه، اینجا از این لحاظا خیلی بهتره. هیچ جا شما صف نمیبینی، همه چیز آسونه، راحته. و چیزی که هسته این ویو و این طبیعت آمریکاست که شما اینقدر داری تو جاده ها سختی میکشی، حداقل مناظر خوبی میبینی، حداقل به اون ماشینای خوبی سواری. برخورد کلن رانندگان نسبت به همدیگه چطوره؟ مثلا دعوا میشه یا مثلا نه اون که خیلی به ندرت دیده میشه، ولی خب همه جا خوب و بد هست، ولی خب اینجا خیلی کمتر از همه جاست. یه چیز دیگه هم که میپرسن که آیا اگر خودمون ماشین خودمون رو بخریم، تراک خودمون رو بخریم چیه، چجوریه؟ آفرین. اونم خیلی ارزونه میشه، یعنی کسی بخواد بگیره میتونه، مشکلی نداره. ولی چیزی که هست اون باید شما اول بارش رو داشته باشید که خیلی سخته. هزینه های جانبی خیلی بسیار گرونی داره، مثل بیمه ماشین، بیمه بار، چون مثل اینجا مثل ایران نیست که به سالیونه بیمه بدی، ماهیونه است و خیلی هم گرونه. دیگه تکس های پراپرتی تکس داره و یه چیزی یه به قول معروف یوتی نامبر داره، اونم باید دیوتی نامبر اونم میتونیم برای کمپانی‌های دیگه کار کنید، یعنی از دیوتی یه کمپانی دیگه استفاده بکنید. بله. ولی به شخص تفاوت کسی که ماشین مال خودش باشه یا الان در حال حاضر یا این که برای کمپانی کار کنه حدوداً بین 2-3 هزار دلاره. ولی اگر ماشین برای خودت باشه باید برای اون مبلغی که باید در بیاری بیشتر تو جاده بمونی، بیشتر کار کنی. الان یه مسئله هست، شما برای همین کمپانی هابی لابی کار میکنی، ماشین رو میبری وقتی که اومدی تو پارکینگ خودشون پارک میکنی که مسئله پارکینگ جای فرمول 1 موقع میرسی 5 نفر میریزن دور ماشین، یکی لاستیک عوض میکنه، یکی دیزل پر میکنه، یکی شیشه رو میشوره، یکی چک میکنه ماشین رو. بله. و موقعی هم که ویکند میخوای بیای خونه ماشین رو میذاری و میری، اونا خودشون میشورن، کاراشو میکنن، هر چی عیب داشته باشه میگیرن، ماشین رو آماده میذارن برای شما که بیای بری. یکی از چیزایی که همیشه میگن این جوانای ایران میرن آمریکا. چند سالته آقا سینا؟ من
امروز میشه 33 سال. تولدتون مبارک باشه. خیلی به ما نگفتی ما یه کیکی شمعی روشن کنیم اینجا برات. حالا میگن اکثر جوانا که میرن آمریکا دستشویی میشورن و نمیدونم، البته کار آر نیست، آدم بالاخره برای زندگی باید کار بکنه. شما که از این کارا نکردی اینجا اومدین؟ اینجوری نیست، ولی کار سخت خیلی انجام دادم. خیلی این اوایلی که اومدم به واسطه زبان همه چی. اگر زبان کسی که میاد کشورهای دیگه نکی امریکا، اگر زبان اون کشور رو بلد باشه خب 3 پله جلوتره. ولی اوایل که من اومده بودم خب زبان بلد نبودم، نمیتونستم جابایی بگیرم که با مردم در ارتباط، مجبور بودم توی انبار تخلیه بار، خیلی سخت بود، خیلی واقعا. خب دیگه اینا هست، اوایلش هر کاری آدم داره زندگیشو کلا از صفر شروع میکنه، سخته. ولی اینکه کسی که اگر از اول موقعیتشو داشته باشه، زبانو بخونه، از اولی که میخواد به اون کشوری که وارد بشه چیزایی که میبینه اون کشور خوبه دربارش تحقیق کنه، یاد بگیره، حرفه‌ای اگر بلده بره اون مدرکشو بگیره. بله. و همینجا هم که خیلی شغلای فنی و اینا خوبه، ولی متاسفانه باید اون گواهینامه‌شو بگیری و پله به پله پیش بری. بالاخره هر کاری برای رسیدن به هر هدفی سختی باید بکشی. هیچ جوری نیست که به قول معروف به راحتی. فقط تنها چیزی که میشه به راحتی پول در آورد اختلاس کردنه که بعضیا بلدن و خلاصه. شما بلد نبودین توی ایران؟ بلد بودیم. بلد نبودیم. خیلی خوشحال شدم آقا سینا از اینکه وقت گذاشتین. بازم اگر حرفی دارید به دوستان راهنمایی کنید. امروز هم وقت گذاشتید، تولدتون هم تشریف آوردین اینجا برای دوستان. تا من گفتم که آقا سینا بیا دوستان رو یه راهنمایی بکن و از تجربیاتت بگو، لطف کردی تشریف آوردی اینجا. خیلی سوالاتی که هست که دوستان، هم خودم موقعی که میخواستم گواهینامه بگیرم تو ذهنم، و سوالای جزئی، مثلا شما خرج کرده ماشین رو از جیب بیدین، از این سوالای جزئی کمپانی به کمپانی خیلی فرق میکنه. باز اگر کسی سوالی چیزی داشت توی همین ویدیو کامنت بذاره، من خودم میام جواب میدم، یا اگر سوال تخصصی تر داره بپرسه، من در خدمتش هستم. بازم تشکر. متشکرم. در حال هدف ما این هست دوستان و جوانایی که میان اینجا دنبال کار هستن، کارهایی رو بهشون پیشنهاد بکنیم و تمام حقایق رو بهشون بگیم. نیایم برای حالا چند نفر الکی صحبت بکنیم و قول و وعیدای بیخود بدیم، ولی در آخر اونا خودشون که بیان این کار رو انجام بدن متوجه بشن که اون چیزی که گفته شده نیست. دقیقا. خیلی راحت صحبت کردید، خیلی ممنون، خیلی صادقانه صحبت کردید. بازم تولدتون رو بهتون تبریک میگم. حالا تا دیدار بعد اگر دوستان سوالاتی داشتن که باز تخصصی بود، امکان داره دوباره مزاحمتون بشم. هر چیزی که بود کامنت کنن. یا اگر نیاز من ایمیلم هم میتونم همین زیر کامنت کنیم. که دوستانی نیاز به کمک دارن، راهنمایی دارن، یا دنبال شغل میگردن، اگر تجربه دارن میتونم به همین کمپانی خودمون که خیلی هم کمپانی خوبی به نسبت کمپانی‌های آمریکا، برای کسی که تقریبا تجربه کمی داره همون حقوق معمولی میده که به کسایی که تجربه بالایی دارن، و واقعا خوب، پوزیشن‌های خیلی بالایی داره و هر کمکی از دست ما برمیاد. در خیلی ممنون. بازم تشکر میکنم. متشکرم. روز خوبی داشته باشید. قربان شما. آقا سینا محبت کردن، یک سری فیلم برای من فرستادن که از جاده‌های آمریکا هنگام رانندگی گرفتم و برام فرستادن. اینجا میبینید چه بارون شدیدی میاد. این هم یکی دیگه از جاده‌های آمریکاست. خب اینجا هم که مثل جاده هراز و کندوان و اینا برف شدید میاد. در مورد این کمپانی هابی لابی من خدمتتون عرض کنم که
آقا سینا فرمودن یه خانم آقای حدود 30 سال پیش توی گاراژ خونهشون همین قاب عکس درست میکردن و میفروختن. یواش یواش بیزنسشون رو گسترده میکنن و الان حدود 1200 شعبه دارن توی آمریکا و کانادا. اینجا هم ورودی به حساب پارکینگ کامیوناست به حدی بزرگی که شرکت ولوو اومده اینجا یه نمایندگی داره، کارواش داره، پمپ بنزین داره و همینطوری که فرمودن ماشین رو میارن اینجا پارک میکنن و همه کارهای خدماتی رو یه سری هستن که انجام میدن و اینا میان بعد از تعطیلات روز هفته کاری ماشین رو تحویل میگیرن و میرن جایی که بایستی اون بارا رو ببرن. حالا اگر فرصت شد یک ویدئویی در مورد همین هابی لابی و داخل فروشگاه و اجناسی که میفروشن رو هم خدمتتون تقدیم میکنیم و اطلاعات بیشتری در این زمینه ارائه. Hey Mr. Mike, say cheese. Today we're cooking. امیدوارم که این ویدیو هم برای دوستانی که در این رابطه اطلاعاتی میخواستن کسب کنن مفید بوده باشه. پس تا ویدیو بعدی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. شاد و سلامت و تندرست باشید.